سلام و درود احترام تقدیم میکنم به تک تک برادرای شامل در روز چهارشنبه تان بخیر. خدا کنه که جور صحت سلامت سرفراز باشه. سال نو میلادی، میلاد مسیحیت حضرت عیسی مسیح و تولد مبارک ایشان و تک تک دوستای عزیزایی که در دین مسیحیت هستند تبریک مبارکباد میگم. انشالله که یک سال مملو از صفا و صمیمیت در کنار خانواده محترمتان در دیار غربت مسافرت داشته باشید. و همین دو سه روز پیش هم از دوستای ما شما در تهران کلاهبرداری شده است، در کرج کلاهبرداری شده، در اصفهان قمندان فروخان خبر داره کلاهبرداری شده. با نظرات این و آن به مشکلات های خانوادگی و یگان مشکلات های دیگه از دوستا و عزیزای ما شما پول گرفتین که گویا ما میخوایم کارت سرشماری به تو جور کنم، گویا میخوایم یک کار خوب برات راهنمایی کنم، گویا میخوایم یک کار خوب به تو پیدا کنم و ما میخوایم که جبهات مقاومت کمک کنیم. با بهانه‌ی این و آن است عزیزای ما پول کندین. متوجه خودتان باشین. خداوند با عزت داشته باشین. ان شاء الله که امروز تان بخیر در دیار غربت مسافرت به پایان برسه. السلام علیکم.